من در ابتدا باید ذکر کنم که این صحبتی که من خواهم کرد یک سخنرانی نیست، یک معرفی بحث است برای تبادل نظر با رفقا. ما به هر حال بر اساس تجارب نظری و عملی خودمون یک سلسله نظراتی رسیدیم که اینا رو در عرصه جامعه و در سطح سطوح مختلف در واقع با دوستان و رفقایی که تمایلات مشابهی و جهتگیری‌های مشابهی دارن در میان میذاریم و نه تنها میخوایم بر این رفقا تأثیر بگذاریم، بلکه آماده هستیم که تأثیر پذیر هم باشیم. بنابراین تبادل نظر به این مفهوم است و این جلسه هم همونطور که اشاره شده یه معرفی بحث از طرف منم به هر حال به عنوان یکی از شرکت کنندگان شرکت خواهم کرد در بحث‌ها و امیدواریم که بتونیم با توجه به این تبادل نظرها جهت‌گیری‌های مشخصی و متحدین مشخصی در راه انقلاب آتی ایران پیدا بکنیم. نکته دوم این که این بحث در واقع بحثی که من میخوام ارائه بدم بحث صرفاً تئوریک و انتزاعی نیستش. به هر حال این مسئله سالگرد انقلاب اکتبر مسئله بسیار مهمی است برای کلیه جهان و به خصوص جنبش کارگری و مارکسیستای انقلابی، ولی به هر حال این بحث بهانه‌ای هستش به منظور بررسی و مرور یک سلسله نکات اصلی که متکی به درس‌های انقلاب اکتبر که و استفاده این درس‌ها برای انقلاب آتی ایران. از این نقطه نظر قیاس‌های مشخصی به مسائل امروز ایران و همچنین جهانی خواهم کرد در حین بحث که این موضوع انتزاعی نباشه، موضوعی باشه که مرتبط به مسائل امروز ما. بحث انقلاب اکتبر بحث مفصل و خیلی عمیقی هستش. به هر حال در یکی دو جلسه نمیتونیم به تمام جوانب اون برخورد داشته باشیم. من کوششی که خواهم کرد در این دو جلسه اول که به هر حال یک سلسله درس‌های مشخصی که مرتبط به انقلاب اکتبر رو بررسی میکنم. عمدتاً دو درس مهم و دو محور اصلی وجود داره در انقلاب اکتبر که به نظر من تفاوت مشخص این انقلاب و با سایر انقلاب‌ها نشان میده و این دو موضوع رو در جلسه اول مطرح میکنم و که به هر حال سوالهایی مطرح میشه از نقطه نظر بسیاری از افراد و نیروهای مختلف در سطح جهانی که آیا این انقلاب اکتبر به چه شکلی و بر اساس چه ابزاری به پیروزی رسید؟ آیا توده ها بودن که در واقع تدارک انقلاب دیدن، شوراهای کارگری بودن و اتحادیه‌های کارگری بودن، تجمع‌های کارگری بودن به مفهوم اعم کلمه، یا به هر حال ابزار مشخص دیگه‌ای در این انقلاب وجود داشت که میسر کرد و تضمین کرد پیروزی انقلاب. خواستم به این موضوع در ابتدا بپردازم. موضوع دوم ماهیت انقلاب است. این هم یکی از موضوعات خیلی مهمی هستش که در پس از انقلاب اکتبر تا به امروز مورد سوال قرار گرفته و اون این هستش که در یک جامعه عقب افتاده چطور ممکن است انقلاب سوسیالیستی تحقق پیدا کنه و این در واقع خلاف نظرات کارل مارکس است، چون مارکس صحبت از این میکنه که انقلاب‌ها در مراکز صنعتی در ابتدا باید رخ بدن و این که در روسیه عقب افتاده یک انقلابی صورت گرفته این در واقع یک انقلاب زودرسی بوده و اصولاً انقلابی نبوده که پایدار باشه و لازم هم نیست که دیگه این نوع انقلاب‌ها در سایر جهان تکرار بشه. این موضوع دوم موضوع ماهیت انقلاب اکتبر و اینکه اصولاً امکان پذیر هستش که در سایر جاهای مختلف و در کشورهای عقب افتاده به خصوص چنین انقلابی میسر هست مجدداً یا خیر. این دو موضوع رو در بحث اول ارائه میدم و در بحث 2 هفته دیگه
مشخصا در مورد علل شکست انقلاب و درس‌های ناشی از اون صحبت میشه که این دو رو از هم جدا کردن به دلیل اینکه این درس‌ها به هر حال از اهمیت بسیاری برخوردار هستن و تمرکز مشخصی رو لازم دارن. در ابتدا میپردازم به مسئله درس‌های انقلاب از زاویه ابزار تشکیلاتی که تدارک انقلاب دید. به هر حال به راه دور نریم از لحاظ تاریخی، فقط همین نکاتی که رفیق فرهاد اشاره کرد مورد بررسی قرار بدیم. در همین 1-2 سال گذشته مبارزات ضد سرمایه‌داری در واقع به اوج خودش رسیده و اگر نگیم میلیون ها بلکه صدها هزار نفر در سراسر جهان در حال مبارزه مشخصاً علیه نظام سرمایه‌داری هستند و انواع و اقسام اتفاقات هم در طول این 1 سال گذشته رخ داده. سیاست‌های تضییقاتی نظام‌های سرمایه‌داری مورد سوال قرار گرفته، تشکل‌های مختلفی درگیر مبارزات شدند. آخر همین ماه نوامبر در انگلستان یکی از بزرگترین تظاهرات یا میشه گفت حتی اعتصاب عمومی از طرف 30 اتحادیه کارگری در تقابل سیاست‌های نیو امپریالیستی، نیو سرمایه‌داری دولت محافظه‌کار لیبرال انگلستان صورت خواهد گرفت. در سراسر جهان ما می‌بینیم بیش از 2000 منطقه در جهان امروز در حال اشغال هستند به علت اعتراض به سیاست‌های فعلی سرمایه‌داری و اعتراض به این اجحافاتی که به مردم وارد شده. و همینطور یه گزارشی بود اخیراً از ایران در هفته پیش 13 اکتبر یک سمیناری در کرج بود که بسیاری از افراد و کارگرای پیشروی با تجربه در اون شرکت داشتن و اصولاً اونها هم با جسارت بسیاری صحبت از ایجاد تشکل‌هایی در درون طبقه کارگر و سازماندهی کردن و صحبت حتی از سرنگونی نظام جهانی سرمایه‌داری به میان اومده در ایران توسط خود کارگران و بخشی از کارگران. به هر حال این وقایع رو ما مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم دیکتاتورها به هر حال یکی دوتاشون سرنگون شدن، کنار رفتن و الان در سوریه هم به شدت مبارزات و اعتراضات ادامه داره. سوالی که مطرح هستش این هست که آیا این اعتراضات توده‌ای که امروز دیگه به طور عریان اعتراضات ضد سرمایه‌داری هستش، این اعتراضات منجر به یک انقلاب پولریتری در یکی از این مناطق یا بسیاری از مناطق میشه یا نمیشه؟ پاسخ این کاملا منفی هستش. تمام این اعتراضات، تمام این تشکل‌ها، اعتراضاتی که در سطح جهانی ما امروز مشاهده کردیم متاسفانه هیچ یک به انقلاب کارگری منجر نخواهد شد. علت اون هم خیلی ساده است. یک عنصر غایب وجود داره در این اعتراضات و اون عنصر غایب یک تشکل مشخصه که تدارک این انقلاب رو از پیش باید دیده باشه مشاهده نمیشه متاسفانه، نه در سطح بین المللی نه در سطح محلی در کشورهای مختلف. و بحثی که امشب ما داریم ببینیم این عنصر غایب در این کشورها چی بود و اون عنصر حاضری که به بزرگترین انقلاب سوسیالیستی در جهان منجر شد در روسیه چه بوده. مسئله ابزار تشکیلاتی و تدارک انقلاب یکی از مسائل بسیار مهمیه برای تحقق انقلاب پرولتاری و در روسیه عقب افتاده اون زمان تشکل‌های مختلفی در واقع به وجود اومدن و یک بحث بسیار مهمی در 1902 و 3 در میان سوسیال دموکرات ها به وجود اومد در ارتباط با اینکه آیا در مقابل ما دو بدیل وجود داره، یا اینکه از طریق فعالیت مستقیم در درون تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر هستش که
آگاهی سیاسی، آگاهی سوسیالیستی کسب میشه و نهایتاً این آگاهی کل طبقه رو منجر به سرنگونی نظام استبدادی تزاری میکنه، یا اینکه یک تشکل مشخص دیگه‌ای متشکل از سوسیالیست های انقلابی، متشکل از پیشروهای کارگری نیاز هستش که تدارک انقلابه ببینه. لنین در واقع مدافع این نظر دوم بود، نظری که صحبت از این میکرد که تشکل‌های مستقل کارگری، اتحادیه‌های کارگری، احزاب بزرگ طبقه کارگر، اینها به خودی خود در واقع قادر به سازماندهی انقلاب در جهت سرنگونی نظام نخواهند شد. و عللی که مطرح میکرد در واقع به نظر من یکی از مهمترین بخشای، یکی از ابعاد جدیدی هستش که مارکسیسم اضافه شده و اون این بود که آگاهی سوسیالیستی متاسفانه در درون تشکل‌های بزرگ کارگری پایدار نخواهند ماند. گرچه به وجود میان آگاهی سوسیالیستی، آگاهی ضد سرمایه‌داری و حتی در سرحد آگاهی برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری، اما برای اینکه این تشکل‌ها در واقع بتونن مبارزه رو از قبل سازمان بدن و در جهت سرنگونی نیاز به یک تشکل مشخص دیگه‌ای هستش. لنین بحثش در واقع این بود که آگاهی سوسیالیستی با وجود این که در این تجمعات به وجود میاد، اما این آگاهی به همون نسبت هم از بین میره. علتش این بود که بحث میکردن که ایدئولوژی غالب در سطح جامعه ایدئولوژی هیئت حاکم است و طبقه بورژوا، طبقه سرمایدار و دولت سرمایداری اصولاً از دو طریق سرکوب و اجحافات رو بر طبقه کارگر و به کل جامعه وارد میکنه. یکی از طریق زور، از طریق قوه مقننه مجریه قضاییه و ابزاری که در دست داره برای سرکوب، و هزینه‌ای که صرف این سرکوب میکنه واضحه که هزینه سنگینی هست که طبقه کارگر رو در هر اعتراض، در هر اعتصابی سرکوب میکنه و نگذاره که این تجمعات کارگری و تجمعات که در درون معترضین به وجود میاد در واقع شرایطی ایجاد بکنه که این نظام سرنگون بشه. اما اضافه بر اون طریق دیگه سرکوب در واقع سرکوب ایدئولوژیک هستش. در سطح جوامع سرمایه‌داری فرق نمیکنه، جوامع سرمایه‌داری که از بورژوا دموکراسی برخوردار هست، مثل دموکراسی سوری که ما در کشورهای اروپا امروز میبینیم و در آمریکا و جاهای دیگه، و یا کشورهایی که دولت‌هایی که در واقع تحت سلطه دیکتاتوری نظامی هستن مثل ایران، تفاوتی نمیکنه. ابزار ایدئولوژیک در واقع یکی از هزینه‌های عظیمی هست که اینا صرف میکنن که در واقع طبقه کارگر و زحمتکشان را به کناری پرتاب میکنن. و آنچه که ما مشاهده میکنیم در تجمع‌های بزرگ کارگری این هستش که همونطور که این تجمع به طور خودانگیخته مبارزات را آغاز میکنن، به همون ترتیب ایدئولوژی هیئت حاکم به طور خودانگیخته نفوذ میکنه در این تجمعات و گرایش‌های رفرمیستی، گرایش‌های مماشات‌جو در درون تجمعات توده‌ای به وجود میاد. لنین در اون زمان بحثش این بود که برای مسئول نگه داشتن خود از ایدئولوژی هیئت حاکم باید تشکل مشخصی ایجاد کرد، تشکلی که جدا از لحاظ تشکیلاتی از تشکل توده‌ای باشه، تشکلی که بتونه در واقع سازماندهی رو تدارک ببینه برای دوران اطلاع انقلابی، تشکلی که بتونه در واقع دور یک برنامه انقلابی با استفاده از تمام تئوری‌های انقلابی در سطح بین‌المللی و در سطح سطوح مختلف دور یک برنامه انقلابی این سازماندهی رو انجام بده، تشکلی که باید خودشو مسئول نگه داره از ضربه پذیری توسط پلیس مخفی و انواع اقسام ابزارهای سرکوب.
و این تشکل یک تشکل توده‌ای نمیتونه باشه، چون در میان توده ها در واقع مبارزات به شکلی جلو میره که اولا مبارزات جنبه‌های علنی داره و دو این که مورد سرکوب مبارزات و اعتراضاتی و یا تدارک مبارزات قرار میگیره از طرف هیئت حاکم، و از طرف دیگه از همه مهمتر ایدئولوژی مستقر و حاکم در این تجمعات و تشکل‌های توده‌ای ایدئولوژی هیئت حاکم هستش و نفوذ میکنه. و در رابطه با ایران هم ما این رو مشاهده میکنیم به وضوح که در واقع رژیم حتی سرکوبگر ایران صرفاً از ابزار سرکوب استفاده نمیکنه، از اون استفاده میکنه در جاهایی که مورد شرایط بحرانی که رژیم در خطر میفته، مثل 2 سال پیش به طور مشخص از بسیجی‌ها و پاسدارا و غیره در خیابان‌ها استفاده میکنه. و در غیاب این دوران، در دورانی که رژیم در خطر نیست، در واقع مساجد، منابع مختلف، رسانه‌های عمومی و همچنین نهادهای کارگری که رژیم ایجاد کرده، اینها نقش در واقع اعمال نفوذ و بیراه کشیدن توده ها رو دارن و اینها در واقع تا حدود زیادی هزینه بسیار هنگفتی صرف این نوع تجمعات میکنن. بنابراین خیلی واضحه که در درون یک تشکل توده‌ای انقلاب نمیتونه سازمان پیدا کنه و این هم در شرایط امروزه در سطح جهانی ملاحظه میکنیم. مثلا در مصر میبینیم که اتحادیه‌های کارگری بزرگ و پرتجربه اونجا بودن و در بسیاری از کشورهای دیگه که امروز هم در کشورهای اروپایی میبینیم اتحادیه‌های کارگری قدرتمندی وجود دارن و پرنفوذی وجود دارن، اما هیچ کدوم از اینها قادر به تدارک انقلاب نیستن برای در جهت سرنگونی نظام سرمایه‌داری. و این تنها موردی که و تنها درس مهمی که از انقلاب اکتبر به نظر من میشه گرفت، این وجود حزب پیشتاز انقلابی در این جامعه بود. حزبی که در واقع از 2 دهه ما قبل از سرنگونی رژیم تزار شروع به فعالیت کرد و این تدارکات رو در درون طبقه کارگر انجام داد و طبقه کارگر رو برای رهایی از شر نظام سرمایه‌داری آماده کرد و در شرایطی که ائتلاع انقلابی صورت گرفت، شوراهای کارگری شکل گرفتن، واضحه که نماینده های این حزب در واقع از مبتکرین و از رهبران شوراهای کارگری هم بودن و انتخاب شدن به عنوان نماینده های طبقه کارگر برای سازماندهی انقلاب. بنابراین مسئله چیزی که در حضورش در انقلاب موفقیت آمیز اکتبر مشاهده شد و چیزی که در واقع غیبتش در تظاهرات و اعتراضات توده‌ای امروز و در یک سلسله از انقلاب‌های گذشته هم مشاهده میشه، از جمله خود انقلاب ایران، نبود حزب انقلابی و حزب پیشتاز انقلابی بوده و این یکی از درس‌های عمده‌ای که میتونیم از انقلاب اکتبر بگیریم. ترکیب اجتماعی این حزب هم مسئله بسیار مهمی هستش که در درون حزب بلشویک که برای تدارک انقلاب ساخته شد به وجود اومد. ترکیب اجتماعی این حزب در واقع یک ترکیب دوگانه‌ای هستش. این حزب متشکل از کارگران پیشرو، کارگران سوسیالیست خواهد بود، کارگرانی که ما به اونها نام کارگر روشنفکران گذاشتیم، کارگرانی که در واقع در صف مقدم مبارزات ضد سرمایه‌داری برای دوره‌ای مبارزه کردند و آگاهی سوسیالیستی از طریق مبارزات روزمره‌شون کسب کردند و دست به مطالعه و ارزیابی و تحلیل از مسائل اجتماعی هم زدن. اینها در واقع مغزهای متفکر جنبش کارگری هستند. چنین مغزهایی در انقلاب اکتبر وجود داشت و امروزه در سطح ایران این مغزها به مراتب بیشتر از دوران انقلاب اکتبر هستند و تعداد کمی از این نوع کارگرها در واقع از لحاظ کمیت این تعدادشون
بسیار غنی هستش و در سطح جامعه مشاهده میشه. از یک سوی دیگر این حزب پیشتاز انقلابی متشکل شده از کسانی که ما به اونها روشنفکر کارگران نام نهادیم. روشنفکر کارگران کسانی هستند که از سابقه روشنفکری و از سابقه غیر کارگری وارد مبارزات کارگری میشن و خودشونو در خدمت طبقه کارگر قرار داده و به طور روزمره مسئله طبقه کارگر مسئله آنها هم میشه و به دور تجارب تئوریک و نظری و بین المللی خود در واقع کوشش خواهند کرد که جهتگیری کاربری را غنا ببخشند. نه تنها این، بلکه اینها در واقع باید مورد اعتماد حداقل پیشرو کارگری قرار بگیرند در یک پروسه. یعنی طبقه کارگر و پیشروان کارگری در داخل جامعه باید اینها را به رسمیت بشناسن به عنوان کسانی که در واقع در جنبش کارگری وجود دارند. و این ترکیب کارگر روشنفکران و روشنفکر کارگران هستش که بنیادهای اولیه حزب پیشتاز انقلابی رو بنا می‌دهد. و این پروسه، این روند در داخل انقلاب در روسیه در دوران انقلاب و پیش از انقلابی صورت گرفت و حزب بولشویک در واقع و یا حزب لنینی بعضیا به اون میگن در واقع زائده این ترکیب دوگانه‌ای بود و حزب تونست در واقع از طریق این تشکلی که به وجود اومده بود با این دو عنصری که اشاره کردم سازماندهی رو کامل بکنه و در حدی جلو بره که در دوران پیشا انقلابی در صدر مبارزات کارگری قرار بگیره. بنابراین در حزب پیشتاز انقلابی در واقع حزبی نیستش که صرفاً از درون کارهای روزمره سازمانهای توده‌ای بیرون بیاد. این حزب از لحاظ تشکیلاتی کاملا جدا از سازمانهای توده‌ای هستش و این حزب در واقع حزب بولشویک بود که تضمین کرد پروسه ساختن انقلاب کارگری در داخل روسیه رو و تضمین کرد که این انقلاب به پیروزی برسه. و از این نقطه نظر این عمده ترین درسی هستش که از انقلاب اکتبر میتونیم بگیریم. در اینجا البته به یک موضوع دیگه باید اشاره بکنم و اونم این هستش که بسیاری هستند در دوران خود لنین هم از این سازمان ها بودند که در واقع خودشونو جدا از طبقه کارگر به عنوان احزاب کارگری کمونیستی یا سوسیالیستی معرفی میکردن و امروز هم در ایران ما از این نوع احزاب فراوان داریم. اما اگر این احزاب مورد تایید طبقه کارگر قرار نگرفته باشند و نفوذ و در واقع اعتباری در درون طبقه کارگر نداشته باشند، در واقع کاری که کردن این هستش که کاریکاتور این احزاب لنینیستی رو به وجود آوردن. و از این نقطه نظر منظور ما از حزب لنینیستی حزب پیشتاز انقلابی این نوع احزاب نیستن، احزابی که در واقع ارتباط ارگانیک و مشخصی با طبقه کارگر ندارن، صرفاً احزابی رو خارج از حیطه مبارزات کارگری به وجود میارن و توقع دارن، انتظار دارن که کارگران به اینا بپیوندن و بعد انقلاب سازمان پیدا بکنه و این به هیچ رو در واقع شرایطی رو در جامعه ما به هر حال به وجود نمیاره و طبقه کارگر و پیشروهای کارگری همونطور که اشاره کردم کاملا آگاه هستن و در واقع متمایل به پیوستن به این احزاب نیستن، مگر اینکه حزب پیشتاز رو از آن خود بپندارن و این متاسفانه در درون جامعه ما امروز وجود نداره. حزب پیشتاز انقلابی و احزاب و گروه هایی که مرتبط باشن به جنبش کارگری باید ساخته بشه در آتیه. دومین درسی که از انقلاب اکتبر میشه مورد استفاده قرار بگیره برای آتی ما مسئله انقلاب سوسیالیستی است. بعضی ها بر این باورند که
انقلاب اکتبر در واقع خلاف نظرات کارل مارکس بوده. کارل مارکس صحبت از انقلاب‌ها در کشورهای پیشرفته صنعتی کرده و انقلاب سوسیالیستی رو در واقع مرتبط به این کشورها کرده. اما برخلاف این برداشت، انقلاب اکتبر دقیقاً بر اساس نظرات مارکس سازمان پیدا کرد. یعنی خود مارکس در 1848 در خطابیه اتحادیه کمونیست ها، خطابیه کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست ها، مشخصاً پس از تجربه کردن انقلاب در آلمان در 1848 به این نتیجه میرسه که بورژوازی دیگه اون خصلت انقلابی که در دوران فئودالیسم داشته و در دورانی که مبارزه علیه استبداد داشته رو از دست داده و بورژوازی دیگر قادر به حل تکالیف بورژوا دموکراتیک، تکالیف عقب افتاده‌ای که در این جامعه وجود داره نخواهد بود. 1 سال پس از توفیق بورژوازی در انقلاب آلمان، مارکس این ارزیابی رو میکنه که در واقع انقلاب در کشورهای مختلف که انقلاب مداوم باید باشه، انقلابی که تکالیف بورژوا دموکراتیک که سنتاً توسط خود بورژوازی در کشورهای مختلف در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 و یا اواخر قرن 18 صورت گرفته، این در واقع دیگه سپری شده. دوران انقلاب دموکراتیک در این جوامع دیگه سپری شده، چون اون خصلت انقلابی رو دیگه بورژوازی نداره. بورژوازی در واقع واهمش از طبقه کارگر به مراتب بیشتر از واهمه‌ای که از استبداد داره، چون طبقه کارگر در سطح جهانی رشد کرده و آگاهی سوسیالیستی و سوسیالیسم علمی رخنه کرده در درون طبقه کارگر و بورژوازی در واقع در قدرت دید که طبقه کارگری که در جامعه هست، اینها قدرت گرفتن نیرو رو، قدرت رو از اونها بیشتر دارن و از این نقطه نظر با استبداد یک تبانی کرد و از تکالیف بورژوا دموکراتیکی به شکل انقلابیش باز داشت و از این نقطه نظر مارکس به این ارزیابی میرسه که انقلاب باید یه انقلاب مداوم باشه. انقلاب مداوم به این مفهوم که پرولتاریا هستش که باید قدرت در دست بگیره و تکالیف بورژوا دموکراتیک رو ادغام با تکالیف سوسیالیستی انجام بده. و این نظر خود مارکس هست، در جاهای مختلفی به این اشاره میکنه. ولی انقلاب اکتبر در واقع آنچه که مد نظر انقلاب اکتبر بود اون چیزهایی بود، اون داده های آموزش هایی بود که در نوشتجات مارکس بیان شده بود و مارکس مشخصاً به خصوص پس از کامون پاریس 1871 به این نتیجه رسید که تمام ابزار و دستگاه دولتی سرمایه‌داری باید سرنگون بشه، از بین بره، از هم بپاشه تا اینکه بشه انقلاب پیروزمند و به پیروزی برسه و همچنین این تکالیفی که در مقابل جامعه هست حل بکنه. بنابراین ما در انقلاب روسیه شاهد این هستیم که هم از لحاظ روش مبارزاتی این انقلاب منطبق با نظرات کارل مارکس بود، هم از لحاظ سازماندهی انقلابی، یعنی ایجاد شوراهای کارگری و دادن قدرت به شوراهای کارگری و در واقع قدرت گرفتن دستگاه دولتی توسط خود طبقه کارگر، همین که ساختار تشکیلاتی خود انقلاب در واقع منطبق بود با نظراتی که کارل مارکس در 1871 پس از تجربه کامون پاریس مطرح میکنه. ماشین دولتی هم به هر حال در انقلاب روسیه متلاشی شد، ماشین قدرت بورژوازی و قدرت نوین جایگزینش شد و این هم در واقع منطبق بود با نظراتی که کارل مارکس مطرح میکرد.
بنابراین مسئله جدا کردن انقلاب اکتبر از نظرات کارل مارکس به نظر من یک اشتباه فاحشی هستش و به نظر من بسیاری آگاهانه این کار رو میکنن، چون در واقع اعتقاد به این دارن انقلاب سوسیالیستی در واقع انقلابی در روسیه عقب افتاده به وجود آمد که در واقع آغاز انقلاب‌های جهانی میتونست باشه و این در واقع یک کشور عقب افتاده تونست و شرایط تئوری‌های رشد ناموزون و مرکب در واقع نشان داد که این انقلاب‌ها در نقطه‌های ضعیف حلقه ضعیف امپریالیستی میتونه رخ بده و به پیروزی برسه و این تجربه بسیار غنی بود از انقلاب اکتبر که نشان داد که این تئوری در واقع قابل تحقق است. تئوری که خود کارل مارکس در 1848 مطرح میکنه و پس از اون تروتسکی در 1905 و خود لنین هم بارها از انقلاب لاینقطع صحبت کرده و اینکه انقلاب در حلقه های ضعیف خودش گشایش ایجاد میشه و در سطح جهانی به پیروزی میرسه و این نکته بسیار مهمی هستش که از انقلاب اکتبر باید استنتاج کرد. بنابراین کسانی که هنوز پس از سالهای سال از انقلاب دموکراتیک صحبت میکنن در جامعه نظیر ایران، اینها واقعیتش این است که از تمام این پروسه و روند مبارزات کارگری در سطح جهانی در 150-180 سال گذشته یا بی اطلاع هستن یا کاملا نادیده میگیرن این وقایع رو. آنچه که در روسیه اتفاق افتاد به این مفهوم بود که سرمایه داری و بورژوازی تا زمانی ترقی خواه هستش، تا زمانی خواهان انقلاب هستش، تا زمانی قادر به حل تکالیف و وظایف بورژوا دموکراتیک هست که یک رژیم استبدادی در حکومت باشه. اما در عصر امپریالیسم در دوره فعلی به خصوص پس از انقلاب اکتبر به بعد ما مشاهده میکنیم که در سطح جهانی در واقع بورژوازی در کشورهای حتی در کشورهای عقب افتاده در قدرت هستش و ما در هیچ جای دنیا امروز حکومت‌های دولت‌های فئودالی دیگر نداریم و از این نقطه نظر وقتی بورژوازی در قدرت هست واضحه که یک بخشی از همون بورژوازی خواهان سرنگونی همون نظام خودش نخواهد شد و این پروسه رو ما به وضوح در داخل ایران می‌بینیم و کسانی که تئوری‌های انقلاب دموکراتیک رو مطرح می‌کنن و خواهان تایید و یا سازش با بخشی از هیئت حاکم هستند و از اصلاح طلبان مثلا در داخل ایران حمایت میکنن، اینها دقیقاً نادیده میگیرن که این گرایش های مختلف از بورژوازی که در اپوزیسیون ممکنه باشن برای دوره‌ای، اینها خواهان سرنگونی این نظام نیستن و خواهان سازش هستند و تکالیف وظایفی که از نقطه نظر تاریخی به عهده بورژوازی بود دیگر قادر به تحقق آنها نیستند. مثلا حل مسئله ملی رو در ایران ما ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که یکی از مسائل کلیدی انقلابی در داخل ایران هست و هیچ کدوم از دولت‌هایی که رژیم‌هایی که در قدرت بودند این حل مسئله ملی رو یا نادیده میگیرن یا پاسخشون سرکوب مسئله ملی هست، برای از بین بردن مسئله ملی هست تا اینکه حل بکنن این مسئله رو. بنابراین حل مسئله ملی که یکی از مطالبات دموکراتیکی که از تکالیف دموکراتیک در سطح جامعه هستش، با سرنگونی این رژیم ادغام شده، چون تا این رژیم سرنگون نشه مسئله ملی که یک تکلیف دموکراتیک بورژوا دموکراتیک است در جامعه ما حل نخواهد شد.
مسئله ارضی هم به همین ترتیب. مسئله دهقانا مسئله هستش که زمین باید از آن دهقانا باشه، زمین باید اشتراکی بشه و برای اینکه زمین اشتراکی بشه واضحه که باید بانک‌های مختلف به کسانی که صاحب زمین میشن وام بدن و از این نقطه نظر دولت سرمایه‌داری که حامی بانک‌ها هستش و بانک‌ها هم ادغام شدن در این دولت، از دادن وام‌ها به دهقانا واضحه که جلوگیری خواهند کرد و از این نقطه نظر برای اینکه یکی از خواست‌های یکی از تکالیف دموکراتیک مثل مسئله ارضی در داخل ایران حل بشه، باید این رژیم از بنیاد سرنگون بشه و یک رژیم کارگری به جای اون بیاد تا بتونه این اقدامات اولیه دموکراتیک رو انجام بده. مسئله دموکراسی درونی هم همینطور. این رژیم در واقع نشون داد که قادر به هیچ کدوم از جناحاش، قادر به تحقق یک سلسله تکالیف حتی برجو دموکراتیک هم نیستش و اینها در عمل نشون دادن که وقتی همدیگر هم نمیتونن تحمل کنن واضحه که جامعه نمیتونن دموکراسی به ارمغان بیارن و از این نقطه نظر برای حل این تکالیف دموکراتیک برجو دموکراتیک یه همچی رژیمی باید سرنگون بشه تا خواستها و مطالبات دموکراتیک تحقق پیدا کنه. در نتیجه در جامعه ما در واقع تکالیف دموکراتیک و تکالیف سوسیالیستی با هم ادغام شده و اینها جدا ناپذیرند و از این نقطه نظر تنها نیروی انقلابی که قادر به تحقق تکالیف دموکراتیک و همزمان تکالیف سوسیالیستی در جامعه هستش طبقه کارگر است و این تنها نیروی انقلابی هستش که میتونه از طریق مبارزه، از طریق اعتصاب عمومی، مبارزه برای مسلح کردن خودشون در نهایت و سرنگونی این نظام دولت کارگری رو استقرار بدن و همچنین آغاز به انجام تکالیف برجوا دموکراتیکی بکنن که این رژیم قادر به تحققش نیست و در ضمن آغاز انقلاب سوسیالیست کارگری خودش انقلاب سوسیالیستی رو هدف قرار میده و انقلاب سوسیالیستی هم انقلابی هستش که از یک منطقه میتونه آغاز بشه و به سراسر جهان گسترش پیدا کنه و از این نقطه نظر ما در داخل ایران یکی از درس‌های عمده‌ای که از انقلاب اکتبر میتونیم اتخاذ بکنیم این هستش که انقلاب کارگری، انقلاب سوسیالیستی امکان پذیر هست و نه تنها امکان پذیر هست بلکه تنها راه انجام تکالیف عقب افتاده برجوا دموکراتیک در جامعه هستش و تکالیف برجوا دموکراتیک هم امروزه در سطح جهانی با انجام تکالیف سوسیالیستی ادغام شده و تنها رهبری طبقه کارگر قادر به تحقق این تکالیف است. بسیار خوب رفقا، من از اینجا توقف میکنم و این نکاتی که گفتم همه نکات بسیار فشرده‌ای بودن. سعی کردم این مبحث خیلی طولانی رو در این چند دقیقه‌ای که فرصت بود انجام بدم که بحث حول این موضوعات باز بشه و بتونیم تبادل نظر سر این مسائل بکنیم. متشکرم.